داری در توی موضوعی صحبت می‌کنی که شاید خودت نسبت بهش آگاهی کمی داری، ولی یه درجه بزرگی از آگاهیه اینکه آدم‌ها موضوع شناسایی ما هست. آره. یعنی تو وقتی یه آدم رو می‌بینی و رفتارش تمرکز می‌کنی، سعی می‌کنی شناساییش کنی، انگار داری خودت رو میشناسی و به خودت میگی که من باید یاد بگیرم مثل این رفتار بکنم اینجا، یاد بگیرم مثل این رفتار نکنم اینجا، و اگه این داره این رفتار رو میکنه چه تبعاتی داره. و تو اون حالا مطالعه‌ای که من دارم، آدم ها موضوع شناسایی ما هن. خیلی قشنگه ها. پس هیچ کس رو نمیگه بدن یا خوبن، هیچ کس رو پس نمیزنه. دیدی یه نفر مثلا یه جمعی از بچه ها با اون آدم مشکل دارن، آدمی که دنبال آگاهی باشه آدم پسش نمیزنه، اون آدم موضوع شناسایی منه. از طریق اون آدم به شناخت خودم میرسم. آره. خب بعد مرحله بعدش اینه که من خودم موضوع شناسایی خودمم. آره. یعنی وقتی یاد میگیری که از دیگران اطلاعات استخراج بکنی، بعد میگی من خودم چرا این رفتاری کردم؟ آره. خب خودت از رفتارهای خودم اطلاعات استخراج میکنی. خب انگار که یه نفری از درون تو اومده بیرون، داره از بالا به تو نگاه میکنه. خب مثلا داره زندگی خودت داری از بالا نگاه میکنی میشه. خب بعد این خیلی قشنگه به خاطر اینکه میتونه کنترل بیاره واسه آدم. من این تجربه رو دارم و الان دارم این تجربه رو زندگی میکنم و الان بهت میگم. من به یه چیزی علاقه پیدا کردم، خب یه کاری، به یه تخصصی. بعد بهتم گفتم مثلا برنامه‌نویسی خیلی دوست داشتم، وقت می‌ذارم بعد گفتم که تو این همه گشتی که یه چیزی که دوست داری پیدا بکنی، حالا پیداش کردی و اینها، چه دلیلی داره شبا مثلا زود بخوابی؟ دلیل نداره. بعد دیدم که وقتی تو یه چیزی دوست داری، بهش علاقه داری و اینو شناساییش میکنی و پیداش میکنی، تو مسیرش حرکت میکنی، اصلا خواب دیگه معنی نداره. اصلا خوابت نمیگیره، اصلا ذهنت خوابش نمیاد. همون ذهنی که تا مثلا چند روز پیش ساعت 11 که میشد چشاش بسته میشد، میخواستی یه فیلم ببینی اجازه نمیداد، میخواستی یه بیرون بری اجازه نمیداد، پشت فرمان بودی، میخواست خوابت بره، مثلا جونت در خطر باشه، همون ذهن الان خودش نمیخواد بخواد، مقاومت میکنه. چون داره یه چیزی که دوستش داره رو تعقیب میکنه، بهش لذت میده. یعنی اون مثلا سروتونین میاد تشریح میشه تو مغز، خب و اجازه اصلا خوابیدن بهت نمیده. بعد به خود میبینی یه ساعت مثلا 3 صبح من هنوز بیدارم. من اینکه مثلا ساعت 10-12 مثلا مجبور بودم همه چیزو کنسل بکنم من بخوابم، چون بعد صبح زود بیدار شم برم سر کار. به خاطر همین میخوام بگم وقتی رو خودت تسلط پیدا میکنی، خب ببین این جوری هم نیستش که یه دفعه همه‌شو متوجه بشی، یا یه جای کوچیکی روزانه و پیدا کنی، نفوذ کنی توش که اون چیز چیه. آره، از یه جای کوچیکی، نه برای شناخت خودت، یه سرنخ کوچیکی رو پیدا بکنی، همون سرنخو بگیر بری جلو. آروم آروم که اون سرنخو میری جلو، چیزای جدیدن برات باز میشه. همون اولی اینا خودشون رو به تو نشون نمیدن، چون یه پوسته‌ای روی اینهاست. اون چیزی که میگه خودشون رو نشونه، اون چیزی که دوستش داریمه چی هست؟ ببین اون چیزی که دوستش داریم که داخلشه، شناخت خودمون. درست. شناخت خودمون. خب ببین تعاریف ذهنی ما که بچگی شکل گرفته، هنوزم داره شکل میگیره، ما ذهنمون داره تعریف تولید میکنه. بعد فاجعه تر از اون اینه که تعاریف ذهن بقیه رو هم میپذیره تو خودش و میاره ازشون استفاده میکنه. این خیلی فاجعه است. یه موقع تو یه چیزی رو تجربه میکنی، آره، خب تعریفیه که خودت ساختی. آره. حالا آدم میتونه اینو بفهمه، یا من مثلا یه چیز تجربه خودم بوده، یا چه اشتباه چه درست تعریفی بود که خودم ساختم و اون تعریف الان داره منو کنترل میکنه، منو درایو میکنه و داره زندگی منو به بازی خودش گرفته و اجازه نمیده من پشت اون تعریف ببینم چیه. شاید تو اون لحظه من تجربه اشتباهی داشتم، خب که این تعریف شکل گرفته. یه مثال بخوام برات بزنم، مثلا آدم یه اتفاقی براش پیش میاد، مثلا تو رانندگی یه تصادف وحشتناکی میکنه، بعد از اونجا بعد از رانندگی کردن میترسه. خب به خاطر اینکه اون تصادف تبدیل به تعریف شده که آقا من دیگه مثلا احتمال داره دوباره این اتفاق بیفته، در صورتی که من اشتباه کردم که این اتفاق افتاده یا به سبب اشتباه دیگران این اتفاق افتاده. میتونه یه اصول اشتباه توی یه کتاب اشتباهی باشه که اصلا 100% بشه ملکه ذهن دیگه، 100% نره از ذهنت بیرون دیگه. خب حالا میخوام به همینجا برسم. خب
حالا من اشتباهات تعاریف اشتباه خودم رو چون ریشش رو میتونم درک کنم که کجاست، خب راحت‌تر میتونم شناسایی بکنم، از بین ببرمشون. خب میگم الان راه حلشم چیه. ولی تعاریفی که یه کتاب اشتباه به من داده، تعاریفی که یه دوست اشتباه به من داده، تعاریفی که خانواده اشتباه هم به من داده یا مدرسه اجتماع اشتباه هم به من داده، اینو وقتی رفته جایگزین شده و رسوب کرده و زمان گذشته ازش، شناسایی کردنش خیلی کار سخته، چون اصلا منبع ریشش تو ذهن من نیست، چون من اصلا تجربهش نکردم. کتابم جز اون بود، کتابم جزو اصلا فرق نمیکنه، هر منبع فرق نمیکنه و اینجاست که کار پیچیده میشه. آره خب و اینجاست که میگن که چقدر مهمه با کی داری زندگی میکنی، با کی داری مصاحبت میکنی، با کی داری حرف میزنی، چه اخبار منفی رو گوش میدی، چه چیزایی رو بهش توجه میکنی، تبدیل باور میکنی. اینجاست که مهمه. خب برمیگردیم به حرف اولمون، شناسایی کردن آدم ها موضوع شناسایی ما. خب ما برای که این تعاریفمون رو بتونیم بشناسیم، بعد بشینیم از نو نگاه کنیم به اطرافمون، به آدم‌ها، چون آدم‌ها هر کدومشون یه مثالن دیگه، و بعد به خودمون. خب از نو نگاه کنیم. حالا میخوام اینو بگم، بهت گفتم اون روزنه رو پیدا کنی، اون سرنخه رو پیدا کنی، خودشناسی رو تو تصور کن که یه هسته است، یه پوسته‌ای روی این رو گرفته و اجازه نمیده تو این هسته رو ببینی، اجازه نمیده تو به این هسته دسترسی داشته باشی. اون آفرین، اون پوسته چی؟ اون پوسته اون تعاریف ذهنی ما هستن که تو ذهن ما شکل گرفته. حالا وقتی تو یه روزنه پیدا کنی تو این تعاریف، بتونی از اون روزنه اون هسته رو یه نگاه ریز بندازی، دیگه نه رهاش بکنی. من فهمیدم که امیر تو اگر چیزی دوست داری برای زمان بذاری و الان داره بهم لذت میده. الان سختیای کار خودم رو اصلا متوجه نمیشم، چون یه لذتی رو چشیدم و وجود داره و به خاطر اون لذت دیگه هر کاری میکنم. خب اینجا عشق اینجا معنی پیدا میکنه دیگه. دوست داشتن یا نیاز مثلا عاطفه شدید به یه موضوعی، یه چیزی، اینجا خودش رو نشون میده. شنیدی که میگن یه نفر اگر عاشق باشه اصلا براش موانع مهم نیست و موانع رو رد میکنه. 100% برای خودم توی سری موضوعات اتفاق افتاده دیگه. حالا این میتونه مثلا عشق به یک انسان باشه که یه سری هورمون‌ها، یه سری موضوعات تو مغز میان این رو شکل میدن و این رو تقویتش میکنن، ولی میتونه مثلا عشق به یک موضوع یا یک کار یا یک فعالیتی یا یه چیزی باشه. آره که اینا چیزی که تو بهش میرسی. خب تو بهش میرسی و مثلا عشقی که مادر به فرزندش داره جوریه که اگر اون فرزند تو خطر باشه، مادر اصلا موانع سر راه براش مهم نیست، خود دلش رو به دریا میزنه برای اینکه فرزندش رو نجات بده. دقیقاً یکی داشت منو توی شرکت‌های نتورک مارکتینگ پرزنت می‌کرد، یه مثال قشنگی، مثالاشون قشنگه، کارشون رو زیاد علاقه ندارم. مثلا میگفتش آقا تو تصور کن تو طبقه 4م یه چیزی داره میسوزه اونجا، مثلا 12 میلیارد پول حاضری بری جون تو به خطر بندازی، ساختمون داره میسوزه. گفتم نه. گفت من مثلا یکی از عزیزان اونجا باشه، گفتم آره 100% اصلا دیگه ببین دیگه فکر کاری نداره، منطق دیگه کاری نداره. خب ما متاسفانه ذهنمونه که ما رو بازی میگیره، ذهنمونه که اجازه نمیده ما به سمت هدفمون مستقیم حرکت بکنیم. زمانی که حالا تو هدفتو متناسب با علاقت انتخاب میکنی، اون منطق کم رنگتر میشه، اون عشق و علاقه پر رنگتر میشه و هر چی موانع سر راهت باشه، با توجه به میزان اون عشق و علاقه میتونی اون رو کنار بزنی بری جلو. خب پس این آدم ها موضوع شناسایی ما هم. ببین به کجا کشیده میشه این مثال. اون آگاهی پشتش چیه؟ بهت گفتم تو یه بخشی داری میگی ای کاش بخش بزرگ اینه. تو یه آدم رو دیدی، رفتارش رو شناسایی کردی و میگی من استفاده میکنم تو آینده خودم از این رفتار. آره. به دردم خورده. خب شاید اون آدم پر از نقطه ضعفه، ولی نقطه ضعف اون به درد تو داره میخوره. چون داری شناسایی میکنی خودت رو. به وسیله اون نقطه ضعف‌ها مسیر تو رو انتخاب میکنی. پس اگه هم چیزی پیدا میکنی، این موضوع شناسایی رو سعی کن تو همه چیز ببینی. تو پدرت ببینی، تو مادرت ببینی، تو دوستت ببینی، تو همکارات ببینی. مثلا سعی میکنم مثلا بعضی وقتا یه بچه‌م سعی میکنم یاد بگیرم. آره آفرین. اصلا همه چیز موضوع شناسایی ماست تو این جهان هستی. ما برای چی اینجا هستیم؟ ما مشاهده‌گریم دیگه. زیباتر از این که وجود نداره. ما مشاهده‌گریم. فقط انسان در حال مشاهده است. خب هی داره اطلاعات رو میبینه، جذب میکنه. حالا این اطلاعات میاد تو ژنش، دسته‌بندی میشه، طبقه بندی میشه، به نفر بعدی انتقال داده میشه و با گذشت زمانی که این مغز ما شکل گرفته، با گذشت زمانی که از این حالت انسان ناندرتال
به امروز رسیدیم انسانی که میتونه فکر کنه، میتونه تصمیم بگیره، میتونه اراده داشته باشه و اون بخش توی مغزش شکل گرفته. اینا با گذشت زمانی مشاهده ها روی هم جمع شده تو ژن ما و ما اینا رو انتقال دادیم به نسل‌های بعدیمون و به این حالت رسیدیم. اصلا هدف از زندگی همینه دیگه. خب و زیباترین هدف من فکر می‌کنم، زیباترین تعریف واسه هدف از زندگی میتونه این باشه. روی این حساب ما من فکر می‌کنم که مشاهده کردن خیلی مهمه. اینکه آدم بدون هیچ گونه ارق خاصی، بدون هیچ گونه تعصب خاصی و بدون هیچ گونه قضاوت خاصی آدم‌های دور و برش رو مشاهده بکنه و بعد از طریق اون مشاهده به شناسایی خودش برسه و خودش رو شناسایی بکنه.